سلام، من امیر راد هستم. با من همراه باشین با ساخت موتورهای کافه ریسر. خب نمیدونم ویدیو اول منو دیدین یا نه. من آقای معلم هستم و تصمیم گرفتم موتورهای کافه ریسر بسازم. این موتوری که مشاهده میکنین موتور خودمه، با عشق و دل ساختمش و این موتور یه موتور هوندای 125 بوده که به سبک کافه ریسر در اومده. این موتور تغییرات بسیار زیادی داشته. البته بخوام بهتون بگم فقط شاسی این قسمت مونده و یک موتوری که البته موتوری هم تقویت شده، 125 بوده و تقویت 200 شده. همونطور که مشاهده میکنین 0 تا 100 این موتور تغییر کرده. چرا من این قسمت رو گذاشتم؟ به دلیل اینکه من شماره موتور و شماره تنه رو لازم داشتم، شماره موتور رو هم لازم داشتم و پلاک رو هم لازم داشتم که از لحاظ تردد به مشکل نخورم. خیلیاتون ممکنه بترسین بگین اگر من موتورمو کافه ریسر کنم پلیس میگیره، پلیس میبره پارکینگ. نه، من بهتون یاد میدم که موتورتون رو چجوری تغییر بدین که پلیس راهنمای رانندگی که جلوتون رو گرفت گفت مدارک، شما مدارک رو بهش نشون میدی و خیلی راحت مدارک رو چک میکنه. بله درسته، چک شد و میتونی بری. برای ساخت موتورهای کافه ریسر فقط کافیه که شماره تنه، شماره موتور و شماره پلاک رو دست نزنی. هر تغییرات دیگه ای رو هم بخوای میتونی روی موتور اجرایی کنی. از لحاظ تردد و پلیس راهنمای رانندگی هیچ مشکلی نداره. اینو میتونم خیالتون رو راحت کنم، چون من خودم سازنده موتورهای کافه ریسرم، خودم مغازه دارم، تابلو دارم، جواز کسب دارم. اگر اینها مشکلی میداشت هیچ وقت به ما مجوز و جواز کسب همچین کاری رو نمیداد. میگفت خب کارت غیر قانونیه، شما داری موتورهای غیر قانونی میسازی. پس نگاه کنین، پس ساخت اینطور موتورها، اینجور موتورها هیچ منع قانونی نداره. چون اگر منع قانونی میداشت جلوی ما رو میگرفتن، جواز کسب منو باطل میکردن، میگفتن شما داری کار غیر قانونی انجام میدی. پس خیالتون راحت کنم، شماره موتور، شماره تنه و شماره پلاک رو دست نزن. هر کاری دلت خواست روی موتورت انجام بده. من با ساخت کانال کافه موتور سعی دارم یه نمایش خوبی از ساخت موتورها براتون بذارم و اینکه ساخت موتورها رو جوری بهتون به نمایش بذارم که شما بتونید در آخر ویدیوها بتونید یه موتورساز بشین. بتونید اگه میخوایم مثلا میگم ته موتورتو تغییر بدی، بتونید خودت این کار رو انجام بدی، به جایی که بری میلیون هزینه کنی و موتورتو بدی به یک دونه سازنده و اون برات درست کنه، خودت بیای اون کارها رو انجام بدی، چون واقعا هیچ کاری نداره. اگر میخوای رینگ موتورتو پهن‌تر کنی، اگر میخوای رینگ موتورتو بزرگتر کنی، لاستیکتو پهن‌تر کنی، حتی گلگیری بسازی، من جوری بهت آموزش میدم. این ویدیوها رو جوری به نمایش میذارم که شما بتونید در آخر این ویدیوها یه سازنده موتورهای کافه ریسر بشی. چون خود من از طریق ویدیو موتورساز شدم، نه کلاس آموزشی رفتم، نه در تعمیرگاهی رفتم یاد بگیرم. البته چرا یک کلاس فنی حرفه‌ای رفتم، اونم قالبگیری بود که البته فقط به من قالبگیری رو یاد داد. یعنی فقط به من گفت آقا اینو با این قاطی کنی تمامه. اما اومدم توی کار میخواستم باک بسازم، دیدم اصلا یه دنیای دیگه است. خودم آزمون و خطا کردم، خودم ویدیو نگاه کردم توی یوتیوب، خودم هزار بار باک خراب کردم، 1000 بار گلگیر خراب کردم تا تونستم بالاخره بتونم یه متریال خوب به دست بیارم، یک دونه ترکیب خوب به دست بیارم که بتونم باک رو مقاوم بسازم. به خاطر همینه که با اطمینان میتونم بگم شما هم میتونید یه سازنده موتور کافه ریسر بشین. فقط با دیدن ویدیو من آزمون و خطاها رو انجام دادم. من بهتون میگم چیکار کنین که دیگه شما نیازی نباشه آزمون و خطا بکنین که موادتون حروم بشه، پولتون رو دور بریزین و بتونید در قدم اول اون نتیجه‌ای که میخوای رو به دست بیارین. مثلا همین موتوری که من از یک هوندای 125 در آوردم، تقویتش کردم، 200ش کردم و باک طراحی کردم، زین طراحی کردم، شاسی طراحی کردم، جلوبندی کورپی دادیم طراحی کردن و راستشو بخواین هیچ موتورسازی همچی کاری نمیکنه. موتورسازا معمولا میان لوازم رو جابجا میکنن. میاد باک فلان موتور رو میندازه روی موتور هوندا، باک فلان موتور رو میندازه روی پیشرو، باک فلان موتور رو میندازه روی هاری، باک فلان موتور رو میندازه روی تریل. اما من سعی کردم طراحی کنم، سعی کردم بسازم، طراحی کنم و یه چیز ایدئال از موتور در بیارم و یه چیز خاص بسازم، یه چیزی که نباشه.
خب اینم از محیط کارگاه من. امیدوارم لذت برده باشین و همونطور که توی ویدیو اول بهتون گفته بودم که یه دیزاین فوق العاده خفن داریم، همینطور بوده باشه براتون. در ویدیوهای بعدی با من همراه باشین، چون میخوام کار رو شروع کنیم. دیگه هیچ توضیحی در مورد کار نمیخوام بدم که موتور من اینجوریه، مغازه من اینجوریه، من اینطوریم، من این بودم، من این هستم. نه، اینا تموم شد. دیگه میخوایم بریم توی موتور. دیگه میخوایم موتور بیاریم و کار رو شروع کنیم. میخوایم طراحی کنیم، میخوایم بسازیم، میخوایم یک موتور خلق کنیم. موتوری که توی بازار ایران نبوده و شما هیچ وقت قرار نیست اون موتور توی بازار ایران ببینید. فقط در یوتیوب در کانال من خواهید دید.